موضوع جالب این ویدیو دکتری است که خودش اپندیکس خود را عملیات نمود. درود، وحید جویا هستم و شما اولین ویدیو از کانال من را روی یوتیوب بیننده هستید. امروز تکنولوژی امکان اجرای عملیات خیلی پیشرفته طبی را می‌دهد و به همین دلیل اجرای عملیات اپندیکس شاید زیاد جالب توجه واقع نشود. اما اینکه یک دکتر خودش را با دستان خود عملیات کند مطمئناً موضوعی جالب و شگفت انگیز. دکتر لیون دروگوزوف روسی در سال 1961 میلادی در یک قرارگاه روسیه در قطب جنوب به صفت دکتر کار میکرد. او که 27 سال داشت در ماه اپریل همان سال درد شدید را در ناحیه شکمش احساس نموده دانست که اپندیکس شده و یگانه راه نجات نیز اجرای عملیات می باشد. اما در اینجا دو مشکل وجود داشت. یکی این که به دلیل شرایط بد جوی انتقال او به شفاخانه ناممکن بود و دوم این که بجز وی دیگر دکتری در پایگاه مذکور وجود نداشت. بنابراین هرگاه او عملیات می شد باید خودش این عملیات را نیز اجرا می نمود. قبل از عملیات او به دستیاران خود هدایت لازم را داده و خودش در حالی که به جلو خم شده بود روی میز عملیات قرار گرفته و فوراً دست به کار شد. یکی از دستیارانش در حالی که آینه ای را در دست داشت در مقابل او قرار گرفته بود تا او بتواند به کمک آینه داخل بطنش را ببیند. او خود در این مورد می گوید از آن جایی که آینه تصویر را به صورت معکوس نشان می دهد استفاده از آن کار ساده ای نبود. او توانست این عملیات را در مدت کمتر از 2 ساعت موفقانه انجام بدهد و دوباره صحت یاب شود. این دکتری روسی در سال 2000 به عمر 66 سالگی در شهر سن پیترزبورگ چشم از جهان بست. ویدیو اینجا تمام شد. اگر شما هم دوست دارید از من حمایت کنید حتما ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید مثل تمام زیبایی هایی که با هم دیگر به اشتراک میگذارید و در آخر کانال وحید جویا را حتما سابسکرایب کنید. روی آن زنگوله کوچک هم کلیک کنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر شوید. هر جا که هستید دلتان شاد باشد. بدرود.